سلام علیکم چطورید؟ آقا اومدیم با یه پارت دوم ویدیومون. آقا من مردم، پارت دوم نبودید. دقیقا بابا منو صدا کرد، شما شنیدید؟ گفتم بله بابا شما شنیدید. حالا کاری ندارم آقا، من مردم پارت دوم، برای همون گفتم بذار، چون ویدیو طولانی شده بود گفتم بذار پارت 2 شو بذارم دیگه. آقا ما اومدیم پارت 2 شو گذاشتیم، شما ببینید عشق. اگه خوشتون اومد دیگه حالا خود میدونید دیگه، خود دانید. لایک کن، لایک نکن، خود میدونید. من فقط لباستو میخوام. عمو واسا، عمو جون یه دقیقه نزن. عمو جون یه دقیقه نزن. عمو من گناه دارم عمو جون. من چیزم، من بچه کلیشارم. من بچه شیرازم. من نزن بابا. من بچه، آقا جان میگم من بچه شیرازم، نزن. خب تقصیر خودت میزنی. من وقتی میگم بچه شیرازم تو میزنی و فکر کردی من بچه شیرازیم. اوجی چه کنی داشت عزیز. عجب پلیس خفنی بود حاجی. اینو میگم به پلیس ها هیچ شات ندید، به خاطر همینه. هیچ شات بدید اینجوری سخت شورخ سیسام سیخ پیخام سوخام سیخ سیخام سیسام سیشام میشونن. شما نباید سیخام پیخام سوخام بگی که اینجوری سیخام پوخام سیخام سوخام سوخام سیخام بگن. و الان شما مردیم. ببین زنی فشار العالمی حاجی. دارم نزدیک میکروفون بشم. ببین دارم فشار میخورم مادر. ببین مادر من صدا مونه میشه، ولی من صدا مادر رو میشه. این گونه میبینی همین رو میکنم تو حاجی. برای چرا من مردم بعد بید روی 75. حاجی بازم این کم شد. این فشار میخوریم. آقا تیر نداریم دیگه. ای بابا از اینا استفاده کنیم که من نمیخوام از اینا استفاده کنم. بابا اینا گانای خوبیه بابا. اینا رو نباید ما الان توی این سیستم خوب نیه داداش. اینی بذار من اینو بزنم تو شاپ. یه دقیقه شاپ اینو میزنیم 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 اینو میذاریم 40 اینو میذاریم سلش اینو میذاریم 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. آره اینو بذاریم 5. و خب الان هم که هیچی نداریم من باید اینجا دستخوری برم پلی بدم. یکی این پنکا رو داشت میخرید ولی نخرید. بخر دیگه مان. واجه گان نداریم واجه. باید با همین برم. وای واجه وای پلیس آره بدم اینو بزنم. آره بذار این دفعه باش از اول میریم. اگه بوازم دیگه خودتون میدونید. 17 تا تیر داری. 17 تا با همین 17 تا یکی رو میزنیم. با همین 17 تا 8 نفر میزنن. ببین انقدر شات ماتام خوبه. شاتای من مقولی انقدر خوب نی. ببین شاتامو بگین اسش میکنه اسش. در من بیام پایین رو بازم بگم که عمو قیصر منو ببخش. عمو قیصر منو ببخش. ببین منو ببخش. آقا من بخشیدنی ام. من گناهکار نیستم. ببین اگه تو بخشیدنی بودی الان جات اینجا نبود. تو بخشیدنی نیستی اینجا. بله آقا سلام ببخشید براش من رفتم یه دقیقه کار داشتم. الان اومدم. آقا من چون فکر کردم پلیس به دنبالم قایم شدم. آقا چون پلیس به دنبالم قایم شدم. آقا پلیس ها دایید میگیرن قشنگ زنده سلاخی میکنن طرفو. جبا والا حاجی خدا میجونی میکنن طرف نگاه میره. حاجی من که مردم. حاجی من کاری دیگه ندارم. گرممه چون رو کسی نمیخوره. حاجی بودشم بخره پیشو پولم زیاد شد. جبا یا تا
حاجی کسی نیست شما اینجا برفو بگیریم سلاخی کنیم. به اینجا بچه خوشگل مادم سلاخی کنم. بیا اینجا بچه خوشگل. بیا اینجا بچه خوشگل مادم سلاخی بگولم. سلاخی بگولم. بگولم تو رو بگولم. تو رو بپسندم. از تو پسندیدم و از تو یاد گرفتم. این همه آدم نشود یک آدم. آری طرف ماده من رو دارید پاره بکنه چیزی نشده. وای وای خوش وای. آقا تیر نداشتم قبول کن ماده. ببین تیر نداشتم قبول کن آجی. تندست آجی هیچ تیری هم ندارم. کسی هم هیچی تو شاپ آجی این سیتاس خوش بریم با این 38 نفر بریم با این همه رو پاره پوله میکنم. اگه اینجا پلیس های مزاحمی نباشن ده اینجا سیرت میشه میریم. اینجا پلیس هاشون کارنباریزن. وای شامپانزه وای آقا بذار من رنگ لجند رو بگیرم. دارم اینجا فشار میخورم. آقا رنگ لجند منو بدید. رنگ بابا چرا اینقدر زیاد؟ خب بابا سکت رو بتونم. آقا 120 تیر داره. وای 101 وای فشار دارم میخوام. فشار روانی. فشار روانی شدنمه. ببین قشنگ از سر دارم میره. وای 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 وای. این برای بچه کشه. 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 خدا بچه میترسد کنار اینو رد میشه نه. وای برای بچه کشه. وای کجا تیر بهم خورد؟ بابا فشار ندارم میخورم. تیر کجا بهم خورد؟ وای خوشی بابا تو شیرم تو اون هدشاتت ناموسن سیش هدشاتی. بابا به گم شو رو بالا دیگه. سیش هدشاتی 10 تا تیر گیرم آن نمیفته من. بابا 10 تا تیر درست سوی گرم آن نمیفته. بابا تو بیا اینا کچ آتش خالای دست منه. ناموسن نیا گاجی خونه اصلا مستره ندارم. بابا ویل کن ناموسن. بابا گانام تیر نداره. گفتم آجی این تیراش پر میشه ما رو اینجا همینجا فشاری میکنن. قبول نکرد اینا گیر ما افتادن. 3 روزه ولکنشون رو ما گیره. گیری کرده این. بابا تیرم تموم شد. میزنیم یکی میاد کیل خوری میکنه. بابا خدایا کیل خوری میکنه. بابا من که گانم تموم شد. بابا همین رو میریم باز خودمون تیر میری جمع میکنیم. هم وسط معرکه میریم اینجا تیر میری جمع میکنیم. بفرجان علی بابا ول کن ناموسن آجی. گیر کی افتادیم ببین. بابا فشار چیه بابا ول کن.
لازم تو رو خدا شد ول کرد. تو رو خدا تو رو خدا تو رو خدا ول. اگه که زنده اونو میریم برای باشه. من اینجا کیت اوت میدم. اینو میارم دادم. حاج ما که ماده میشه. آره بچه اصلا حوصله ندارم برای بچه. دیدید که آقا رفتیم اونجا طرف اومد بود شاتگان اسپید داد خارمون اینجا. اینجا ایش بدونم فشار رو داره. فشار شکلی داره اینجا. بابا سیز فشاری میخوام. فشاری که نداره. آقا ما همین اینو می‌نویسیم. سیگما بو سیگما بو سیگما بو. حاجی سیام برش بریم گام مکس حاجی. بریم گام مکس. آقا من خیال فجأت خروج از گام مکس رو بزنیم. خروج از جام مکس. ببین جام مکس نیست. خروج از دندونم درد گرفت. خب آقا الان میام داخل گام مکس چون یه ماچ شلت نبود. اینو من قطع کنم. خب اینجوری تیکاف میکشیم میره داخل سیگما و هوایی نمیده. چی شوی بابا ای توفهش خلاص همجا میپریم طرف و اینجوری بالا پولا میچونیم فرار کنیم ناموزتو می یکی هم طرف رو میزدم. آره من پول جمع کردم. اینجا دیر از اینا خریدیم. قشنگ فشار وقت بودن. حاجی این مجموعه میخوری باید جودرت میده. سیگما جودرت علما برای نگوش بدن و بعد همچی پسر دیده بودی تو خون همچی بدنی داشته باشی اصلا بدنی جو بعد پسر افتاد آج رفت در اثر فال دمیج مرد. هوا زدمش خال کن فرار نکن حاجی کسی نیست باشه اصلا پلی بدیم نکن. بابا بیا اینجا رو بچه چوچه داداش چرا من آره میرم توی دارم اول میبینم. بابا خدایا هر جا میریم این داداش من فکر میکنم یه ندارایتی دیگه ازش میخوام بزنمش من درقه میدارم. خوشی هیچی ندارم بذارم شما کسی نمیخره. خدا دیگه دارم میخورم بخرید. آقا من کلی وسیله میدارم شاپ. خب بریم گلوی باشه یه دقیقه بایست. آقا من اینجا اسلش اینو میزنید میید داخل اینجا یه سری برگت بخریم مثل اینکه اینجا باید یه سری برگه بخریم که برگه منو پیدا نمیکنه. خب بابا الان ما کجا بنویسم؟ بذار همینو میخوایم جهنم بذار. خب شد الان میریم یه سری آهن اینجا میکنیم میاریم اینجا. نیسم میخریم اینجا اینو میزنید. این نیسم اینجا میکوبید زمین. نیسم دیگه میکوبید زمین. اینجا بنویسی که داشت تو خدا بیسکا بزن گدام آرمون رو خوردم یاری همینجوری میریم جدایی فیت شد. همین اینو میزنید فقط اینو میگیری هستتون میرید اینجا بیسکا فقط داره بزن یه نه بابا تو اصلا نیزیم ما پول بده ما جداییم ببینم این میده هاجی بیستی ادامه رم میده. ای ما هاجی همه چون یه طرح میکنم پایین بابا
طرف 20 هم نزد. اون کسی که بالاست کیست؟ بیا اینجا. نه چی نیست برش. این هم که یکی از بدبخت تر از ما. چی نیست. باید بخونی نه داشت. فرار نکن کسیش، فرار نکن. وای let's show. آخیش حاجی راحت شد. اصلا هیچ نیست حاجی. اینجا مجبور میخوریم. بیا اینجا مرد سیچم. بیا اینجا طرفو گرفتی از همینجا. گرفت از همینجا. جاهل گاد. بیا اینجا فرار کنی. 100 تا دوباره میدونم. الان اینجا چیه؟ اصلا این لاجوردا رو در میاریم که چی اصلا هر روز به ما لاجورد بدهد. ولی الان که چه واسه اینجا شما یه لاجورد جمع میکنید بس چی؟ ولی خیلی لاجوردا رو جمع میکنیم که واسه چی؟ بابا یه دقیقه بزن خودشم میمردم حاجی. اینا چرت و پرت. یه دقیقه واسید. اوکی دیگه. آجی بذار من به این پیام برسم. یه دونه به من.
اینجا تخمه فک بیانجا کرم دو تخمه فک دن درن در پول بدن این فرار کنی خدا بیزنمت بیا اینجا من که تو رو گیر میارم بیا اینجا چقدر حال میده این بوت سگ رو میزنی بیا یه دقیقه بیا با یه دقیقه بیا میخوام بهت اولترا بدم بیا یه دقیقه بیا یه دقیقه یه دقیقه بیا داداش پیش برو بیا فایت میتونی یا فایت بیا فایت بیا فایت بیا فایت بیا فایت بیا فایت لژندری بیا فایت بیا فایت بیا فایت اسپید نه چپیه دششه که ششه حسینم طرف چرا نمیاد بابا حالا فشار روانی نیا من کلا دارم ببین من خدا من پول ندارم بخوابم شب کنارم چی داری میزی آقا ما مخفی ترین مکانای بازی اسکایما اینو بگم آقا مثل دیگه شوخی آقا مادام بهتون مخفی ترین جای اسکایما رو میگم آقا اگه طرف گفت آقا بیا مثلا توی ماهیگیری دعوا کنیم گفت به تو آخر ماهیگیری دعوا کنیم خیلی راحت آقا میپرید پایین میگید بیا بیاید آقا میاد اینجا رو حالا کنم اینجا جا داره قشنگ میتونی اینجا اینجا میشینه اینجا طرف میزنید حالا راه بعدی شیء گیری کردن شیری نداره شما میتونید یه دونه از اولترا استفاده کنید اولترا میبینید که تنگ روش شما برای اسپید رو رانر اسپان استفاده حالا اسپان کنید یه جای مخفی دیگه هم هستش بله میدی گوشه آقا اینجا جا هست بیا آقا از اینجا میاد آقا اصلا اینجا آقا من خود داریم شخصی میاد اینجا به ویدیو عمو محمد گوش میدی این بالا میپری پایین میپری اینجا اسمت نوشتیم ترجمه پیمان چی تا قلقم جکت یه جای مخفی دیگه هم هست که خیلی ها هنوز بلدش نیستن اینجاست این گوشه اینجا همینجا عشقی تا هیچ که نمیتونه پیدا کنه جای مخفی دیگه هم که هستش تا همین جدا شمالش اینجا میشینید میدید تو کارتون انجام میدید دت میبینون منفی نپشتادش یه جا مخفی دیگه هم هستش داخل همین دایموند برایده میپرید اینجا آقا اینجا آقا یه راهی داشت قبلا یه باگی بود آقا بازترم شما با تبر آقا این گوشه رو میکنی تو خبرتون خیاب شد میکنی یه دفعه میره تو خونه آره دیگه اوکی بود سری دیگه خب بعد آپدیت ها جا مخفی هستش یه جای مخفی دیگه هم که هستش خیلی ها نمیدوند اینجا آقا اینجا میایین تو خواهی جا قشنگ باید اینجوری هیدشات رو گیری این پوش بابا متام به من میپرید بیاید تو اینجا میشینی بابا من زندگی رو سکمپر اینجا هر که اومد اینجا میزنید جای مخفی بعدمون که توی فارملن جای بعدی که داخل فارم هست اینجاست که خیلی جای حاجی جای بعدی اینجاست که آقا سبابا میسید رو ترید میکنید یکیتون اودایتا که داره میدیسی اون جمع اولتا جای بعدی هم اینجاست که خیلی جای بالیه همین یه تیکسته میشه اینو با میکنی اینجا تموم یه تم قد شد نفس شد
جای بعدی که خیلی کم میشناسنش اینجاست. این قسمت پایین اولش رو تنت میکنیم این پایین. حال کن داشت کجا میارمت. ببین کی نوعه باید گفتون به سر کشر من نگاه کن. تو کچلی نگاه کن من زشتم. حتی در این روی فشوشم بدهید بهش میره تو نگاه کن. آره دیگه جای بعدی هم که بهتون گفتم و جای آخری که خیلی کم آدم ها میاد همین گوش هست. ببین اینجا نقشه میره بالا اینجا. حاجی این کسی که اینجا شماره 8 پایین هفته آقا به این اعتماد نکنید. آقا من 200 میل داشتم. آقا اینجا بودم. آقا نفر اینجا بودم. آقا من 200 میل داشتم اینجا بودم. تو 200 میل اینجا بودم. بعد آقا کیف میکردم. آقا بعد 200 میل داشتم اوجش کنم. بعد آقا این اومد آقا گفتش بابا بیا من بهت ست ندارایتی 50 میدم فول. آقا ما که اعتماد نکردیم. گفتم بذار شاپ اگر واسه میگی. آقا گذاشت شاپ. بعد آقا گذاشت 100 میل. من تعریف کردم. بعد گفتم که تقریبا 200 میل دارم. من میتونم فقط بالاترش رو بخرم پایین‌ترش رو دارم نمیرسه. اگه فهمونم کسی نداره بخبرش کن. گفتم بذار 70 میل. آقا تک گفت باشه اونم 70 میل. آقا خریدیم. آقا من ست ندارایتی رو خریدم. بعدش من آقا گفت میدی ست ندارایتی تو ببینم. آقا آقا مثل بچه بودم دیگه. آقا بودم. آقا بعد گفتم چون قسم مادر خود اینجوری کن اینجوری چقدر قشنگه. تو مدونی قد دالب استم خیلی با ویدیو آخر بود دیگه نمیذارم تا انشالله امروز آپلودش میکنم.